صفاقی هستم، ریل استیت ایجنت از کمپانی. سلام، علی صفاقی هستم. امروز جدیدترین پروژه قیمت‌های این پروژه با توجه به که لوکیشن کم نظیره. Hi everyone, another beautiful اگه می‌خواید در کانادا استیت بخرید، اگه حوصله کجای ونکوور با زیر 500,000 تا، اگه به دنبال خونه‌ای با متراژهای بزرگتر و قیمت‌های دوستان در محبوب‌ترین و جذاب‌ترین منطقه ایرانی‌ها. سلام دوستان، اگه در فکر خرید کانون هستین این سه نکته رو حتما می‌نویسید که قوانین مورد مسجل در بیستی کانادا تغییر خب معمولا در کانادا باید مورگیج بگیریم تا بتونیم من یه 20 سالی هستش که کانادا هستم. در سال 2006 تو ونکوور زندگی میکنیم و نصف بیشتر سال بارندگیه. اگه تو Hey Vancouver, here's a little secret for you. Hey Vancouver, do you think we're in a housing bubble? Let's start. خیلی ها میپرسن اول بخریم یا اول بفروشیم. با اینکه Hey Vancouver, Canada just redefined a starter home. Thinking about transforming a fixer-upper into your dream home? How do you think the BC election will affect housing? With the upcoming BC, our rents are going down in Vancouver. The rental market. Want to save big on purchasing your new home? Well, focus on. Are you thinking of buying a home in Vancouver? Where to buy a house? And موضوع فقط فروش. دست خرید، فروش یا سرمایه‌گذاری در املاک مسکن. سلام، علی صباغی هستم، real estate agent as Open Realty. Hi everyone, my name is Ali Sabaghi. I help people buy homes. Good morning and welcome to 1-998-58. tricky situation. Drop your thoughts in the comments below and let's talk. Canadian home prices been on a bit of a roller coaster lately. With price میدونم شرایط مبهم و بی‌ثباتی هست. کجای ونکوور بزرگ ملک بخریم تا سود بیشتری بکنیم؟ میخوای تو ونکوور خونه بخری و ضرر نکنی؟ این ویدیو رو کانادا دیگه اون کانادای سابق نیست. شرایط در 10 سال گذشته. اگه به فکر زندگی در یه واحد لوکس در وست ونکوور با ویو می‌پرسن تو بازار املاک ونکوور کی می‌خری؟ این روزا همه جا میشنویم که مارکت خریداراست. اما آقای صباغی چه ملک‌های خریداری کمتری دارن و سخت فروش میرن؟ فروش هنوز هم میتونه یه استراتژی هوشمندانه باشه. حتی This house isn't just built.